گوشی سامسونگ داری، میخوای بری یه جای غریبه بخوابی، یا اونجایی که هستی حواست نیست، میخوای کسی با تشخیص چهره نتونه گوشیتو باز کنه، یا یواشکی انگشتتو بذاره روی گوشی باز بشه وقتی که خوابی، یا حتی وقتی اونجا هستی اعلانا رو صفحه نشون داده نشه و فقط با رمز شخصیت باز بشه. 3 تا راه داری: یا انگشتتو با خودت نبری، یا چهرهتو با خودت نبری، یا این کاری که مهدی میگه بکنی. مهدی بهشون بگو. وارد ستینگ که شدیم میایم به بخش لاک اسکرین و از اینجا گزینه سکور لاک ستینگ رو باز میکنیم، کدمون رو وارد میکنیم و این گزینه آخر شاو لاک داون آپشن رو روشن میکنیم. حالا زمانی که کلید منفی و پاور رو با هم نگه میداریم و معمولا 3 گزینه میاد، الان 4 تا گزینه میاد و این گزینه لاک داون مود بهش اضافه شده و اگه این گزینه رو شما بزنید دیگه با اثر انگشت و قفل چهره باز نمیشه و فقط با کد باز میشه و دیگه نوتیفیکیشن ها برای این گوشی نمیاد.